کجی کجی بله بابا. بیا اینجی. چی مایی بابا؟ بیا برو رفتم ما رمضان برو خوبستونه خیتی. به کدوم خیاطی دادیم بابا؟ خیتی گله کنو. خیاطی گله کنو. خوب بابا. آنی 500 بگیره. بله. دست 2.5 میدیده. من رفتم رو بستو بیاره. گپ زدین دست 2.5 خوب بابا. بدوخته باشه. بابا بدوخته. خوبه من میرم میام. برو. بابا. بیا مدی. بابا بیا. بسندی رفتم. بابا. با چند نفر اندازه داده بدین؟ ما رمضان دیگه. بابا نیه ما هرچی ما بریو میگم عبورار ما و پیار ما تکا بیدیم میگه نیه با هم اسم ما نوروزه ولی برو کتبچه هم اسم شما نوشته بگرفته همه تکارم 9.5 متره بشم به یک نفر دختر. به یک نفر دختر؟ بابا این دیوانه شده. به نظر من که بابا همیتنه. بابا اشتکلونه تو سب بابا. بابا خیلی گلوره بابا. بیلا بابا سوری و ملو دختر. کجی نشابه خانوادگی کو بشنیدی؟ بابا یه همین نشابه خانوادگیه سیکو پیران همین تو خانوادگی دختر. خره بابا ای کلونیه وای وای ای به برکی خوشو اینا با ما دختر حمیده بابا در یک بر اسم ما نوروز نوشته بیریم کتاب چیو من چی گفتم ای بری 2 نفره عبورال ما و اپیاره نیه اینا ما به که دختم هر بابا مرم ترک و کدوم تا کار بدار ما بیامد. وای 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 بابا چه کار میکنی مالی؟ بسم الله تو سیکو واه بیلا ما گفتم امینا به می خیتی گلک نبوره داره و کلا خوب اوی داختی بابا بابا که یک جنگه به رمضان میتنی رمضان به کجایی؟ به سرایی؟ تو سیکو اشته پیران دختر فقط جواله. سلام علیکم بابا. علیکم. چه کاره بابا؟ گفتیم رفتار خراب کرده. گنده همه تو گنده دختر که اصلا ببر به چی شیر خوره نمیشه نه به بر میشه نه به بر. آخ اینا که تکام به اندازه ما بود بابا. اشته گنده دختر خورده بابا به چی شیر خورم نمیشه. ای البته کار به خود خوردیشته ای. چی خبر دارم؟ بابا نیه ای کلونه کو. تو برخو بکو. ها؟ تو به برخو بکو. به نظرم امیت کلونه کو بابا. اینه بابا اینا چی اینا؟ بابا کوبه بزن شما هم درونیم به داخل ازی به دست من درو کده به استیل شما همین تو خودتو میریم بازار. اصلا میریم بدن دکولی بابا خوب اور بیا با مفتزا میکنه حق مارم تو خودتو عبدی تو خودم بذار موزیم. خود هم میتونه که مردم ببینه همین تو خودم پیران اصلا پیران موزیامه با مردم جال میزنه میگه هر خیاط بلد نیم بریم خیاطی گیله. همین تو بریم. بله. بریم بابا. بریم. وای. با مردم هم جال میزنه که بریم خیاطی گیله چی رفتار لباس ما خوب دیدید. بابا اینمی اینجا جای نه که تمام محله خبر کنه. ویلم
برادرها هر کی که رخت داره ببره به خیاطی گیلا گردن و بند باشه، اگه مرتکل لاغرتر باشه 5 نفر به داخل یک پیران جا میشه. همی هست کام چاقم 2 نفر جا شده ما پیر بچه ها. خیلی رختا خوبی میدوزه، اندازی سوری کار شرمنده داره واقعا پیرانا خانوادگی میدوزه، مصرف شما کمتر میشه، بیتره. اگه ما اینکه مصرف خیلی نداشته باشیم به خیاطی گیلک لطفا مراجعه کنه. خدای خوب رختا میدوزه، نظر نشه بر همی تا جار زده میرین کاکا. برادرها به خیاطی گیلک دارین که خوب رختا میدوزه برادرها. تا حال دقیقه همی ترختا به کسی بدخته بودی؟ بگو چه میخندی؟ بگو چرا میخندی؟ بله چرا میخندی؟ من شما خانوادگی رو بدیدم اما پیران خانوادگی ندیدم. خب اینا خوی بچه شما نگفتین که اینا شما نگفتین رخته نگفتم دو دست رخته. با شما اندازه خود اندازه نگیرتیم پیش تو کور بودی مردم چه رخ میدوزه؟ گپ بزن به دگه مردم هم همی ترختا میدوزیانه به ما بدبختا یک کمی. بابا جان شما میگه نمشته کردم اندازه شما بگیرید تو ما نوروز نگفتیم. اینا از منه. خب به نام ما هست نمیگم با خود چی من که بیان اندازه خمیلی نگیرتیم ما. خب مگرم همین مرتکک که میای رختا خود میدیزه مگرم اسم شما بالی ازی نوشته باشه اسم از اینا با بالی ازی تکه. ما پیر بچه این فرق نمیکنه. من میگم مادر بچه باشه. بابا میگم همین اندازه 2 نفر بود یا نه؟ کی؟ ما و پیر ما اندازه خورم اینجا خود تو اندازه نگرفتی؟ خب پس چرا به 1 نفر تیار کردی؟ خب اینجا نوشته بود با روی تکان نوشته بود اگه مامان نوروز. بی عقل بی کمال آنونی متر تکل کی به 1 نفر تیار کرده؟ ما مگر بسته ای در می تبا کردیم. خب چی فرق میکنه از اینکه کرای شما مصرف کمتر میشه؟ راست میگی. انوالی که تو به تسکی بشینیم به سه چل انوالی که خامش. تو آن اینا رو بدی. اصلا تو خیاط هستی سرکله تو هم خیاط میخوره. نه مثل که سرکله تو میخوری. ما کنیم خیاط. ما اگه خیاط بودیم ما بدبخت رختار به پیش تو نمی آوردم. من 16 روز من زحمت کشیدم من. 16 روز الان مگر ما همین تا لوکه جان ببرم به موزیم. تو با 16 روز تو خیاط شدی. مردم 5 سال زحمت میکشه و 5 سال خیاط عدل پره نمیشه. تو با 16 روز خیاط شدی یا؟ الان ما هم میریم به تا کوچه و بازارها و دم تلویزیون اعلان میکنیم میگیم هر کی رخت به کار داره بره به خیاطی گیلا که اثر رخت ما بزی تیار کنم. رخت فامیلی بفهمیدی یا نفهمیدی؟ تو که بخون نفهمیدی. خب بم سر تو خودی از این رخت تیار کردن تو. بریم بابا بریم. بری عقل کمال داره. کل گلاب از این کلگاه که گنده تو به گور نشد که عباس. با نمیدی نگو تبینار من غچی کردم و میتو ببردی بدختی رختا مردمه. من اینا غچی کردم تو نمیدیدی که پیرانی نیه. وای 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 چه کار کنی؟ یا خیاط به کجاه؟ خود خوبه من خیاط دارم. سر ناموس میشواره میشه اینا خود خوبه من خیاط داره. گردنم و 5-6 تا میش خلموک به جله بدی دورار کنه اینا برقرار کرده. اما میشه خلموک به چلونم از همه بیتر. خیاط. چه کار شد بابا؟ هیچی دیگه برسیدم خیاطی. اونا رو بیا با منتظر کرده. تا اون دوستونی؟ تا اون حرام بابا. بیستونی بابا چی حرومه؟ رختاش یک بینه چه کار کرده؟ به تپیرم وقت 16 نفر جا میشه. رمضان ری کردن 10 سال که برای خود برای گپ زنه. خب کسی کن چی کار میکنه؟
مدت تمام کارم که تمام بستنی. اونا بابا علی کارانی هم اونا خلاص به خدا که بگردم بگیرم نمیگم که گناه ما بوده بابا دل جان جوال دختر من بس تمی کوچارم جار زدیم خوب کاری کردی که خوب دیگه بفهمم خوب که بابا میگه 16 روز به شما زحمت کشیدم که همه خیاط شدم من دیگه 5 سال خیاط نمیشه که شاگردی میکنه با اشتی خیاطی شده بابا وای 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 فقط جوال دختر منه این نمونیه بخی تمونش کنی عدل ریجیه آقا این ببریم بزنیم با بالیمون که قره کده رختاممو درمون برای عجیب بابات کنه چگار کنیم ولی؟ سلام علیکم. شما رمضان. شکر بخیری. شکر زنده باشین. میگم بله. یک 4-5 دست تکه دارم میارم منار به خیاطی که منار برای ما لباس تا شوید بدوزیم. ما رمضان امروز لباس بیاردیم به شما بدوختیم. حالا که شوید دیگه نمیتونیم ما بگیریم. خدای منای که بدوختیم من منای سکو اینا رخته. چه کار شده؟ سیبکو هنو چه کار شده؟ ما و پیار مدونه فری بالا از اینا درو رفتیم بیامدیم به خیاطی نبودی. خب برار تو گیلک میگه اسم یک نفر نوشته بوده هم اسم یک نفر نوشته بوده اندازه خو از 2 نفر بوده. حالا شما اینا رو به 2 نفر مستیم به 1 نفر اینا رو به 1 نفر معلوم داره به 2 نفر خب ما 2 اندازه آوردیم ما و پیرمه برار ما رمضان ببین رو تکه ما نوروز نوشته بود. میگم شما به کجا شاگردی کردیم می خیاطی؟ چه ما مشکل داریم شاگردی خب؟ نه ما مشکل داریم که به خیاطی شما تکه آوردیم مشکل از مانه. ما چی کردیم؟ ما دخت خور بکردیم غیچی که برار ما گیلک کرده. ایت خوب اگه شما بیا به مفتزن نکردیم خودی از این رختا تمام می شهر چای میندازیم که شما ایت خیاطایی سیبکو خب اسم ما نوروز نوشته بود گفت شاید پیار شما میت لباس کلون دو رختا کلون خوش داشته باشم. پیار مبری سفید ما که بچه ام ما خوش ندارم این ترختا پیار ما بابا مری سفید خوی ترختا خوش داره شما پیران فامیلی میدوزین. من نمیفهمم نوروز اسم 1 نفر نوشته بود من بدوختم. خوب کار کردیم آفرین شما خودی از این رختوختان شما تمام همی شهر و همی کوچه‌ها اگه ما چه ننداختیم بعدم تلویزیونا میگن که شما تو پول خیاطانی گناه خود شمانه. گناه از مانه میگن گناه از مانه که ما برای خیاطی شما رخت آوردیم. ولی ها سیبکو اینا دیگه نفر نمونه یک شما پیاده چه بیانه که لباسام کلونه. دیگه مردمی ترخ نمیدوزیم سیبکو باید کافه برو. کله شما خیاطی نیا برات تو گیلاگ مال 6 تختکان داره بیان ای عقل کمال بیدشین سیوا رختا خب می آورده چی میکنه خود شما عقل کمال نداره. یا گپ مفت میزنم خود رختا خونه خیلی چی میکنه سیوا می آورده که ما سیوا میدختیم تو. چیکار میکنه باز؟ ایده باز که خوشی میگم یاری آدم بی عقلی بوده چیه؟ همین مامان نوروز رمضان آها میگم رستی گیلا همین لباسا مامان نوروز و رمضان اشته بیده چی رقم؟ بابا بیا ورده که اونجا هر 2 تا اندازه خود بگرفتم همون 12 روز پیش خب من چی میفهمید برون نوشته یا برون تکاین نوشته مامان نوروز خب من امروز قچی کردم بعد آدم دست تو بدوختی یعنی حالا بیا آمده هر 2 نفر خب اپوز خب بگو دیگه هر 2 نفر بیا آمده تا یک پیرانه این پیران که من رمضان بود مرگا پاپول خب بده در عدد گپ خورو بیا آمده هر 2 نفر داخل یک پیرانه بیا آمدن شکایت میکنن که ما چون تو خیاطی نیم من گفتم کل گناه بزه سر عباسه گناه نمی تو بدوخته چرا من بدم دیگه چی تو کردی؟ قچی تو کردیم تو مینا بعد آدم دست تو نمیفهمیدی پیران کتایه خب پیران چیکار زدم مامان تو خوش داشته باشه تو خیلی چیکاری بگم میگفتی که چه تکلم میدوزی
چی میفهمیدن نمیشته بود مامان نوروز حالا موس اینجا بیاد امیر رمضان اختار تو جو مثل جوال و برخ کرد موس دست رو بکنه همه شاگرد سمک و ثبات نداره همه شاگرد سرقی ما گفتم بخونم این چی نمیشته گفت اگه مامان نمیشته مامان نوروز خب لباسا رو اول داشتم قچی کردم من دست رو بدوختی من حالا بیامدم پیاره بچه و تا یک پیرانه وای 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 اسم خیاطی ما بد میشه اگه ایش که اما رفتم نمیاره بابا اینا سر کله از خواهد خیچی کو نمیتونی بودو زی خیلی دیگه خیچی نکو تو خب کسی میگه مگر مدر خود استاد کنم بعد آخه میبینی سه که مردمش چه جای انداختن که خیاطی که لگ نرین چه کار فلانه وای 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 حال با خیاطی که میامدی شاگرد هستم یه چه کار کنی؟ برو دیگه تو هم چیکار اینجا البته مزدوری مانی خب میرین صبر کن من امیت بیخیام که اصلا خیام ندارم برو مک دادگی سر خوب بزن چاش لقلقه یا بفهمیدی برو شاگرده برو کنه با خرابکاری نکنم لباسا مردم عالدی بدوزن غیچی کری میکنی اسکر نبر با من سوال میشم میام نه ما اسکر خونه برم نه بابا من پیاده نمیتونم راه رو من نمیتونم به چاش لقلقه و سردل داره که پیاده برم واقعا خواهی شده اینجا میشینی من خوب کوش ایدم بگیر میبیام ایرم رنگ میدم رنگ ازیش سیاه مقبول قرار که دیگه میپیشم اشته سبوکه